سلام بینندگان عزیز، امروز جمعه 27 دکبر است. ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا شما را با فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز آشنا میکنم. شکل کامل این گزارش ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسایک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. در پی سقوط یک هواپیما در قزاقستان دست کم 14 نفر فوت دیده، 22 تن دیگر در حالت وزنین به بیمارستان انتقال یافتند. هواپیمای شرکت هوایی بیک ایر با 100 سرنشین صبح امروز در نزدیکی فرودگاه بین المللی الماتا سقوط کرد. نمایندگان گروه های نجات عین حال به سنجش این حادثه مشغولند و تفصیلات این حادثه را در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت. اعلان نوی بانک ملی و باز هم در رابطه با زلطه کرونا به ساکنان تاجیکستان فرصت داده می شود که در 3 روز آینده مبلغ‌های طریق این نظام به تاجیکستان فرستاده را دسترس کنند، اما با شرطی که این مبلغ‌ها تا 3 دکبر یعنی در روز به کار درآمدن مرکز یگانه پروسسینگی بانک ملی به تاجیکستان فرستاده شده باشند. این مبلغ‌ها تنها طریق مرکزهای خدمت رسانی امانت بانک پرداخته می شوند. در برنامه خبری ما در این باره جزئیات می‌دهیم. ناگفته نماند که تا اول ماه دکبر 80% پول فرستاده مهاجران محض طریق شبکه زلطه کرونا بود و بنابر این اکثریت آنها جانبدار دوباره فعال شدن این شبکه در تاجیکستان هستند. مهاجران را برای تفتیش حجت‌هایشان زولانه به دست میبرند. طی چند روز اخیر کاربران زیادی از روسیه با فرستادن نوارها از آن شکایت میکنند که مقامات انتظامی این کشور آنها را به مثل جنایتکاران از جای کار و بازار دستگیر کرده به شعبه های میلیسه میبرند، در حالی که بیشتر آنها قانونی در این کشور کار و زندگی دارند و هر ماه پول پتنت را میسپارند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه چنین عملکرد را غیر قانونی نامیده، میگویند این کار به هدف پر کردن نقشه صورت میگیرد. چون و چرا این موضوع را با پیشنهاد نوارها در برنامه برایتان نمایش خواهم داد. آلوده شوی زنان به ویروسی نارسایی مسئولیت بدن یا خود ویچ سپید در تاجیکستان نسبت به مردان به مراتب بیشتر می شود. این موضوع همین لحظه ها در معرفی پژوهش از سوی سازمان های جمعیتی در تاجیکستان در حال بررسی است. از جمله طبق آمارها از سال 2011 تا 2019 سرعت گرفتاری مردان به این ویروس 3 برابر زیاد شده باشد. در بین زمان بیش از 5 مرتبه بیشتر شده است. کوشش میکنیم بعد 3 ساعت دیگر در این باره به شما تفصیلات بدهیم. پرویز به آرزویش رسید و از آماس گردنش خلاص شد. تابستان امسال رادیو آزادی درباره پسر بچه 11 ساله گزارش داده بود که از آماس گردن رنج میکشید و 1 سال اخیر زندگیش را دور از مکتب در 4 دیواری خانه و بیمارخانه و با سوزندارو و درمان سپری کرده بود. هرچند پزشکان تاجیک در نسبت شفا یافتن پرویز خوشبین نبودند، اما با کمک افراد خیرخواه والدین توانستند پرویز را برای معالجه به روسیه ببرند. اگر در برنامه خبری ما را همراهی کنید در این رابطه معلومات بیشتر خواهید گرفت. و همچنین در برنامه امروز ما باز از یک بحث دادگاهی مربوط به منزل گزارش خواهیم داشت. به قول این صاحب ملک سال 2014 هم یک کارمند سابق سپیتامین بانک با دسترس نمودن سندهای خانه رسمیاتی به گرو گذاشتن منزل را نادرست ترتیب داد که این اشتباه بحث‌ها و سرگردانی های را به میان آورد. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنکلاسنیکی همراهی کنید.